بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه ورځ مو نیکمرغه. خدا دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. آن علم که از ساختار جمله بحث میکنه او را نحو یا سینتکس یا عربی نحو گفته میشه، انگلیسی سینتکس گفته میشه، یا پشتو غندله پوها جمله شناسی. غندله جمله را میگم، پوها نحو جمله شناسی را میگم. در نحو که من اولین عنوان را میخوانیم او عبارت است. او چی هستن؟ عبارت مجموعه کلمات است که به تنهایی معنا نداره، مفهوم کامل افاده کرده نمیتونه. یا این رقم گفته میتونیم دو یا بیشتر از دو کلمات، مجموعه دو کلمه یا بیشتر از دو کلمه که مفهوم کامل افاده نکنه. ببین، من یک عبارت داریم، یک ترکیب داریم. اینه عبارت ترکیب شد، دیگر که شد جمله داریم. اینه فرق بین اینها چیست؟ فقره داریم، فرق بین اینها چیست؟ اینه ای که هستن عبارت دو کلمه یا بیشتر از دو که مفهوم کامل افاده نکنه. ای باز به دو نوع است. به چند نوع است؟ دو نوع. یک را بسیط عبارت میگم، دیگر مرکب عبارت میگم. مرکب بسیط عبارت که تنها دو کلمه مستقل باشه. اینه سعی کنید خوب متوجه شوید بچه که در این بغل من نوشته میکنم. اینه بسیط عبارت من میگم اینه شین اسمان سبز. سپینه تخته سفید. ببین، سپینه یک کلمه، تخته دیگه کلمه، شین یک کلمه، اسمان دیگه کلمه که دو کلمه مستقل باشد و مفهوم کامل افاده نکند. ایره عبارت میگم. چه رقم مفهوم کامل؟ هرگاه کی فعل نداشته باشه مفهوم کامل افاده کرده نمیتونه، اما فعل است که مفهوم کامل افاده میکند. پس این عبارت که هست هیچگاه فعل نداره، ولی مرکب عبارت که بیشتر از دو کلمه مستقل و نامستقل باشه. مثلا من میگم اینه د امید افغان ترک د زدکړې مرکز. د امید افغان ترک د زدکړې مرکزی آموزشی امید افغان ترک. شاگرد چی شده؟ شاگردش لایق است، عمومی اول نمره آمد، درس زیاد میخواند، اینجا فعل نداره، مفهوم کامل افاده نمیکنه. پس یک کلمه، دو، سه، چهار، پنج، مجموعه 5 کلمه شد، بیشتر از دو است، مفهوم کامل افاده نمیکنه، این فعل نداره. این را مرکب عبارت میگم. در عبارت همیشه یک کلمه اساس است، دیگه تابع می باشه. من این سپینه تخته میگم، این تخته اساس است. اگر رنگ سیاه بتن، سرخ بتن، باز خود سپینه گفته نمیتونم. در اون حالت باز سپینه تخته نیست، را تخته میگم. پس تخته اساس، این سپینه تابع. این اسمان سبز، ابری، بارانی، اسمان هم اسمان است، ولی این اسمان اساس، ای که هستن تابع. این امید افغان ترک، این اساس، زدکړې مرکز، این تابع. به خاطر که ای شاید پوهنتون شود، باز زدکړې مرکز نمیگم. مکتب باز خونزای، باز زدکړې مرکز نمیگم، خونزای میگم. پس ترکیب که است؟ فرق بین عبارت ترکیب چیست؟ ترکیب یک کلمه مستقل و یک نامستقل. لکوره، از خانه، این مستقل، این مستقل. اگر هر دو مستقل شوه عبارت، اگر یک مستقل یک نامستقل شوه، این ترکیب میگم. این خونزیتا، با مکتب. جمله چی است؟ یک کلمه یا چندین کلمه که مفهوم کامل افاده کنه. این جمله میگم. مثلا من میگم برو، یا میگم احمد خونزی تازی، احمد به مکتب می رود. اینجا ای هم جمله است. احمد خونزی تازی، ای بخش مبتدا و ای خبر.
خبر. جمله دومین تعریف که مبتدا و خبر داشته باشه، مبتدا و خبر داشته باشه. سوال اینجا پیدا شد این خو خبر است، مبتدای از کجاست؟ اصلا تزا تو یک ضمیر داره که تو برو این مبتداست ولی این خبر، این هم خبر، مبتدا و خبر داشته باشه. و دوم که مفهوم کامل ifade کنه. اساسترین جزئی جمله او فعل می باشه. چی می باشه؟ فعل. اگر فعل نباشه او را جمله گفته نمیتونم. اگر فعل آمد پس عبارت و ترکیب نیست. اینه ببین فقره باز چی است؟ فقره که فعل داشته باشه ولی با دیگه بخش ضرورت داشته دارد که تا مفهوم خود را تکمیل کنه. احمد چراغی، احمد چه راغی، احمد که آمد چی کرد؟ درس خواند، کتاب نوشته کرد، امتحان داد. خو مفهوم کامل ifade نمی کنه. اینه یک بخش دیگه اینجا میآید تا که تکمیل خود مفهوم خود تکمیل کنه. اینا میگم چی؟ فقره. فقره جمله ترکیب عبارت. این بخش نحو بود که اینا کوتاه تدریس شد. هرگاه در این موارد شما پرسان دارین، نظریات دارین، به آدرس کورس ایمیل کنید، پس کامنت کنید تا که جوابایتان در جلسات دیگر پیدا کنید. تا روز دیگر خدا یارو.